سلام، حالتون چطوره؟ این دوستان فاطمه است. با هم تصمیم گرفتیم بریم کاخ نیاوران رو ببینیم. اول رفتیم کافه یه چیزی خوردیم و بعد راه افتادیم به سمت کاخ. توی راه موزیک گوش کردیم، صحبت کردیم، غیبت کردیم و بالاخره رسیدیم به کاخ. بلیتمون رو خودمون باید از این دستگاه ها میگرفتیم. وارد که میشین 4-5 تا از این دستگاه هست و شماره تلفن ازتون میخواد و کارت میکشید و بلیتو بهتون میده. الان داریم دنبال ببینیم کجا بریم. ما مال خود کاخ و موزه کتابخونه رو گرفتیم. مال خود کاخ نفر 5 تومن، موزه کتابخونه سلطنتی نفر 4 تومن، یه ورودی هم گرفتن ازمون نفر 5 تومن. قیمت ها بد نبود. موزه کتابخونه اینا اینجا موزه کتابخونه و تالارابی هم بهمون اجازه میدن بریم. ما امتحان نکردیم ولی شما این QR کد رو اسکن کنید و به صورت صوتی تمام نوشته ها رو گوش کنید. در اصل این کاخ رو به عنوان یه محلی برای پذیرایی سلطنتی و اقامت مهمونای عالی رتبه دربار ساخته بودن، ولی در حین عملیات اجرایی یه سری تغییرات کاربری ایجاد میکنن و میشه محل سکونت محمد رضا شاه و خانوادش. از سال 1337 شروع میکنن، یه وقفه میفته و سال 1346 تمومش میکنن، ولی در اصل استفادهش از سال 1347 شروع میشه. عکس هایی هم که روی این بشقابا و اینا میبینین عکس از ناپلئون و اعضای سلطنتی خانواده‌اش هستش. این فرح دیباست به هنرمندی کریم روحانی که طراحیش با مرکب انجام شده. واقعا شگفت انگیز بود. توصیه میکنم وقتی رفتید از نزدیک نگاش کنید. این اتاق استراحتگاه محمد رضا شاه بود که اونجا یونیفرم رسمیشو میبینی، مبلمان ساخت فرانسه، فرش مال تبریز بوده و اونم که میز تحریرشه. اینجا اتاق خواب شاه و ملکه بود. اینجا اتاق آرایش ملکه است که به اتاق خوابشون راه داشته. لوازم آرایششون از برندهای آمریکایی بوده و تقریباً هرچی که توی استراحتگاه شاه، اتاق خواب و اتاق آرایش ملکه میبینیم لوازم مبلمان و لوستر ساخت کشور فرانسه هستن. این سقف متحرک از جنس آلومینیومه، یک موتور الکترومکانیکی داره و ساخت آلمان هستش. اینجا اتاق لباس ملکه بوده که لباسهای رسمیش رو با انواع سوزندوزی بلوچی میتونید ببینید.
اینجا حموم دستشویی اتاق فرهناز پهلوی هستش و این هم اتاق خوابشه. این سرویس و اتاق خواب بین اتاق خواب فرهناز و علیرضا قرار گرفته و مال پرستارشون بوده. اینجا هم سرویس و اتاق خواب علیرضا پهلوی هستش. این همون فرش معروفیه که تصویر پادشاهان و ملکه های ایرانی توش هست و فوق‌العاده پر از جزئیات بود. از کاخ که خارج بشین دست راست میتونین تابلوهای مربوط به کتابخونه رو ببینین و راحت کتابخونه رو پیدا کنین. ولی توصیه نمی کنم که برین، به خاطر اینکه اجازه فیلم برداری عکس برداری نمیدن و صرفا شما فقط باید دور سالن بچرخین و کتابا رو از دور نگاه کنین. از کتابخونه خیلی زود زدیم بیرون به خاطر اینکه خسته کننده بود و همینطور که داشتیم تو محوطه میچرخیدیم ماکت‌های کتیبه‌های دوران باستان ایران رو دیدیم که رسم الخطشون به نظرم خیلی شبیه بعضی از کشورهای آسیایی فعلی هستش. ترجمه هاشو میتونستین کنارشون پیدا کنید. فرق کلم معلومه. آره فرق کلم قشنگ معلومه. حرکت توی محوطه یه دونه کافه و یه دونه بوفه هست که ای کاش این کافه همون بیرون محوطه میموند. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.